اینک برای رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان زینه آخری بالاروی در منصب معین شد. با گمان غالب رستم نامزد یگانه به منصب پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 خواهد بود. خبرگزاری ازیا پلوس با تکیه به منابعش خبر داده است که یکی از جزوهای تغییرات به سرقانون که باید به زودی برای پرسی عمومی گذاشته شود پایان بردن سن نامزد به پرزیدنتی است. بعد از تصدیق این طرح تغییرات نامزد مقام پرزیدنتی تاجیکستان می تواند نفری باشد که به سن 33 رسیده است و 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی کرده است. الان حد اقل سنی که قانون برای نامزد معین کرده است 35 ساله می باشد. پسر امامعلی رحمان رستم امامعلی که چند سال اخیر از زینه‌های منصب دولتی با صورت بالا می رود و الان در مقام رئیس آژانسی دولتی مبارزه با فساد قرار دارد 28 سال دارد. در انتخابات سال 2020 او 33 ساله خواهد بود که طبق قانون موجوده نمی تواند نامزد به پرزیدنتی باشد. غالبا بالاروی رستم در منصب دولتی ادامه خواهد کرد. اینچنین قرار است تغییرات به ماده 28 سرقانون که به تشکیل احزاب سیاسی داخل دارد وارد شود. انیخترش از این ماده اجازه تشکیل حزب‌های دینی برداشته خواهد شد. غالباً با این قانون رژیم تاجیکستان می‌خواهد تمام راه‌ها را برای بازگشت حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان به صحنه سیاسی کشور ببندد. غیر از این طبق اطلاع این منبع حد سن نامزدی به هر دو پالاتای پارلمان مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یکسان کرده خواهد شد. عین حال پایان‌ترین سن برای نامزدی به پالاتای پایانی پارلمان 25 و برای پالاتای بالایی 35 است. تغییر دیگری که قرار است به سرقانون وارد شود قانونی کردن حاکمیت‌های پرزیدنتی در تاجیکستان است. حالا در کشور این نمود حاکمیت در عمل است، اما در سرقانون چون یگانه نمود حاکمیت بیان نشده است. یعنی امامعلی رحمان نقشه دارد همه راه‌ها را برای رساندن پسرش به بلندترین منصب بعد خودش و واگذاشتن اداره دولت به او هموار کند. طبق نقشه احتمالی رحمان سال 2020 ما پدر، پیشوا و پسر پرزیدنت را خواهیم داشت. پرزیدنت پسری که نمیتواند با پیشوا پدر مخالفت کند. در این روزها در تاجیکستان تبادلات دولتی صورت گرفت. من تکرار میکنم در کشور ما تبادلات دولتی صورت گرفت و بدبختانه نه همه و حتی سیاستمداران به این تبادلات واکنش نشان ندادند. پیش از همه من در نظر دارم قبول قانون درباره پیشروی ملت را. چنین یک استاتوس، چنین یک انستیتوت، چنین یک طرز ساختار و مدیریت در یگان کشور دموکراتی نمیتواند باشد. این یعنی چی معنی دارد؟ هر کسی پرزیدنت شود امامعلی رحمانوف یعنی پیشروی ملت صلاحیت او، وزن او در قبول قرارها از همه بالا، از پرزیدنت، از پارلمانت و از همه بالا میستند. و چیز دیگری که صورت گرفت این شب و روزها حکومت میخواهد که یک نظرسنجی، یک رفراندوم گذراند و با قانون اساسی یعنی به کنستیتوسی تاجیکستان بعضی تغییرات ها وارد کند. از جمله یکی از پونکت های مهم یعنی یک نکته درباره آن است که من بعد آنهایی که سنشان به 30 رسیده است میتوانند در انتخابات پرزیدنتی اشتراک نمایند. این تنها به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی پسر رئیس جمهور که تواند در انتخابات سال 2020 اشتراک نماید. به همین خاطر در کنستیتوسی سابق حق اشتراک در انتخابات را آنهایی داشتند که سنشان از 35 بالا است به 30 فراورده می شود. و این همه نشان میدهد که در تاجیکستان کنستیتوسیا، قانون اصلا معنی ندارد و بدبختانه قانون اساسی را مردم همچون یک پوشک یعنی همچون یک پمپرس هم قبول نمی کنند. ما قوه‌های سیاسی تاجیکستان، اپوزیسیون تاجیکستان، انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان و تمام مردم شریف تاجیکستان مراجعت می‌نماییم که در این ساعتها
در این ساعتهای تقدیرساز بی‌طرف نباشند. از جمله ما به سازمان ملل متحد، به سازمان امنیت و همکاری اروپا، به کشورهای تاثیرگذار نیز با مراجعه‌نامه و بیانیه ها حتما مراجعت خواهیم کرد. و چیزی دیگر، در پس این دیگرگونی ها، در پس این تحقیر به حق قانون اساسی، تحقیر به حق مردم تاجیکستان، پس‌آمدهای بسیار زشتی میستند. این معنی آن را دارد که تاجیکستان مدیل سوریه را پیش میگیرد، آنچنان که در سوریه بیش از 30 سال حافظ اسد پرزیدنت بود و بعد حافظ اسد پسرش بشار اسد پرزیدنت شد و رحمانوف میخواهد که بعد خودش همچون یک وظیفه عایدوی پسرش پرزیدنت شود یا خودش یک عمر رهبر کشور ماند. اما ما دیدیم که در سوریه چی میگذرد. امروز سوریه به خاک و خون آغشته است. امروز در خانه های سوریه اشک میریزند و ما نمیخواهیم که فردا سرنوشت سوریه را در تاجیکستان ببینیم.